حرفمو بشنون یهودیا، تموم کارتون به زودیا. حرفمو بشنون یهودیا، تموم کارتون به زودیا. قصه خیبر رو نشنیدین مگه که هیچکی باشی این نمیشه طرف بشه؟ سواد دارید بخونید تورات میگه که دنیا باید جلو مهدی به صف بشه. نظم نوین جهانی یعنی باید یه روزی مرکز دنیا نجف بشه. بسم الله میرسه منتقم از راه بقیت الله، به زودی انشاءالله ذوالفقار رو بر میداره، چه رزمی داره فاتح این پیکاره. مهدی دنبال تقاسه توی حماسه، مثل عموش عباسه کوری دشمن کافر میکنه محشر با ذکر حیدر. حیدر نحن جنود المهدی، سینه سپر بگو. این یه رجز که نیست حقیقته، این یه رجز که نیست حقیقته. به جنگ ما نیا مرحب خیبری چی شد عاقبتش؟ دشمن ظالم ترسوی بی وجود، بازم توهم قدرت بر نداری. تو جنگا هیچکی رو دست علی نبود. نظم نوین جهانی یعنی فقط جهان بدون یهود و آل سعود. بسم الله میرسه روح عدالت مهدی امت، به منکرینش لعنت میرسه شیر دلاور. الله اکبر شبیه جدش حیدر، هیبتش بی نظیره. مدینه میره بقیه و پس میگیره، از رو منبر میره بالا میگه به دنیا فقط علی مولا. نحن جنود المهدی